خدا شما را مددگار، پروردگار شما را در پناهش نگاه دارد و من در زمین و آسمان قدرت بی پایان داده شده. اینک بروید و همه امتها بیاموزانید، آدمان را به نام پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید بدهید، آنچه را که من تعلیم دادم بجا آورند. پس از این من همیشه با شمایم تا فرجام روزگار. آمین.